آقا محمد بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله. شب شما بخیر. سلامت باشید. بفرمایید آقا محمد، شما مسک ختام این برنامه هستید گرچه از وقت برنامه هم گذشته. آقا من چون آخر وقته فقط زود حرفامو جمع میکنم که به قول خودم مزاحم اوقات نشم. بیننده آخر برنامه خونش گردن خودشه. آره والا ما خودمون رو آماده کردیم. خدمت شما عرض کنم اینه که ما گذاشتیم آخر برنامه زنگ زدیم، دلمون می‌خواست بین برنامه زنگ بزنیم که جواب این برادرایی که زنگ زدن توهین کردن رو بدیم که بدونن که شما تنها نیستید و این شبکه تنها نیست. دوستانی دارید که هر جا هر لحظه که اراده کنید کنار شما. و خداوند متعال در وصف این افراد چه زیبا فرمونده. خداوند در آیه 86 بقره می‌فرمایند که اینان همان کسانی هستند که آخرت را به زندگی دنیا فروختند، لذا شکنجه آنان تخفیف داده نمی شود و ایشان یاری نخواهند شد. مواظب باشم ما انسانیتمون رو دو روز دنیامون رو به آخرتمون نفروشیم. واقعا مواظب رفتارمون باشیم. آخرتی در کار است و خداوند اینجا وعده داده. وعده خدا هم حقه. این دو روز عمر آقای انصاری به چه بهایی؟ این بهایی نداره. حالا ما در اصطلاح در قدیم توی این منطقه ایران یه جوری بود که روغن که میخواستن بگیرن یه جایی بودش کردن اساری. بعد یه اسبایی ها می آوردن، توی این اساری ها چشم این اسب رو میبستن، به این دستگاه اساری میبستن این حیوان رو. بعد شروع میکرد این حیوان به چرخیدن، یعنی توی یه فضای بسته این حیوان دور خودش میچرخید، چشماش هم بسته بود. بعد کار ازش میکشیدن. شب چه میشد این حیوان تا شب پیش خودش فکر میکرد که الان 500 کیلومتر راه رفته. شب که چشمی رو باز میکردن حیوان نگاه میکرد این سر جای خودشه، هیچ تکونی نخورده. ما انسانیم، ما حکایتمون هست اساری نشه که چشمونو ببندن، ما در جا دور خودمون دور بزنیم. آقای انصاری مواظب رفتارمون خودمون باشیم. من یه بار گفتم یه روز یه قطاری داشت حرکت میکرد، دیدن 3 نفر دارن میدوان، این صدا میزنن آقا نگه دارید. بعد اینا قطار حرکت کرد. از این 3 نفری که میدویدن 2 تاشون زرنگ بودن، خودشون رو رسوندن به قطار، از پشت گرفتن سوار شدن. نفر سوم همینجوری واسطه بود دیگه نرسید، شروع کرد به خندیدن. بهش گفتن آقا چرا میخندی؟ گفت برای اینکه مسافر من بودم، اون 2 تا اومده بودن منو بدرقه کنن. حالا ما حکایت اونا نشیم که دیگران الان قطار توحید در حرکت اینجوری نشه که دیگران بیان سوارشن برن، ما هنوز واسطیم و خودمون رو نتونیم این قطار برسونیم. آقا آخر برنامه است، من عذرخواهی میکنم از شما و بینندگانتون. منو ببخشید. سلامت باشید. خدا نگهدارتون.